همین این بچه من آوردن بودن یه روز بیا اینجا بیا گفته با فهم گرفتن آوردن دستاش بسته آوردن به شهر آوردن شهر انداختنش یگان حساب ای دلاو دفتر اینو کمدین نیافتن انا با خود سر سوش هم به کار سخته کردیان فرمایشی کارو باید که نترمه کنم ای بچه فرزند روخی موجیگل غریب و مادر جنیدالله خدایارف میگوید پسرش را با پرونده ساخته صود میکنند. جنیدالله خدایارف ساکن ناحیه رشت 5 ماه پیش از طرف پلیس بازداشت شده به دوشنبه آورده شد. خدایارف 35 ساله به عضویت در حرکت ممنوع سلفیه ایبدار می شود. همی 5 وقت نمازی همی خچه گاه میخونه و گاه نمیخونه و یگان در خونه من یگان کس خیلی نماز خوندگی نیست. های این سلفیه خیلی گپ نیست من دیدگی نیستم. همی فرزندی من چی کرد؟ همی برای آبادی وطن برای مثال این همی کجرفتاری خلق نویس پرتو برای راه برای نمی یگان کارای نشایسته و ویرونشون این خیزم فرزندی من به بحبس کشیدیان. پیوندانش میگویند جنیدالله را بعد آن که در سامانه‌های اجتماعی مقامات محلی را تنقید کرد بازداشت کردند. خدایارف در طرز نماز سلفیه و یک نوشته اش در ادنی کلاسنیک متهم می شود. مقامات میگویند برای اثبات جرم خدایارف دلیل و شاهد دارند. شاهد اصلی در پرونده خدایارف امام خطیب مسجد 5 وقته دهه یشم رشت فتح‌الله نظریف بلافاصله با ارسال یک نامه به پرزیدنت و مقامات دخلدار گفت که تحت فشار کارمند محلی میلیسا به همدهش تهمت نموده او را در پیروی از جریان ممنوع سلفیه گناهکار کرده است. تفتیش پرونده جنیدالله خدایارف انجام یافته و به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه پایتخت ارسال شده است. در نظر است که روزهای نزدیک مرافعه دادگاهی آغاز شود.